بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران عزیز اهل توحید بارک الله فیکم. پیش از اینکه به شرح حدیث و شرح مصطلح الحدیث داخل شویم یک مقدمه را میخوام در مسائل امروزه صحبت بکنم. مسئله امروزه ما که چون همیشه این حادثه وجود دارد، بحث و مناظره و زد و خورد با اهل بدعت. ما علما و برادرها در یک جا جمع شدیم دیروز در مسئله همین جاهل هایی که می آیند همراهشان صحبت کرده شود یا نشود صحبت کردیم. زیرا که من در بین گروهی که برادرها بودند در کامنتاری گفتم که به این جاهل ها صحبت شرط نیست، باید اینها رو ادلیت کنیم و تمام به همین مسئله رو به پایان رسانیم. لیکن بعد از اینکه مشایخ هم فکر و اندیشه خود را گفتند، به یک خلاصه آمدیم که به یک خلاصه همه یک جا آمدیم که با این اهل بدعت باید صحبت کرده شود. به اهل علمش یا به جهلش، به همهش باید صحبت کرده شود. زیرا که در اولی دعوتی که ما به زبان تاجیکی میکردیم حالت انا همچنین بود. حالتی که امروز همون روز زبان ها آمده بیعقلی میکنند و یک ایده از تاجیک و کوکزی و روس زبان هستند، در اولی دعوت به زبان تاجیکی عیناً انا همین حادثه بود. تاجیکا هم بسیارتر همچنین کارها رو میکردن. این همیش از سبب خطا فهمیدن یا نفهمیدن یا مقلد کور بودن است. برای همین ما به خلاصه آمدیم که بحث و مناظره کردن به اینها، کشمکش ها و گفته شنیدها ان شاء الله فایده میرساند، خیلی که بسیار به مردم خود ما هم فایده رساند. ولی ما به همین نتیجه رسیدیم که اولا هر کسی از اهل بدعت میخواهد یگان فکر و عقیده خودش رو بگوید، یگان ضدیتش رو یا ناراضگیش رو یا مخالفتش رو ضد ما بگوید، ما آرامانه به آنها وقت میدهیم. 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، هر چیزی که میخواهد از سخنهایش نسبت ما، یعنی چی مشکلی ها دارد، چی ضدیت ها دارد، چی ناراضگی دارد میگوید، ما گوش میکنیم. اما به شرطی که بدون تحقیر و بدون دشنام و بدون بازی باشد، بدون احمقی و کودکی. و سپس ما از اهل بدعت خواهش میکنیم که بعد از این که سخنش رو به پایان رسانید، اکنون نوبت ما آمده، باید سخن ما رو هم خیلی که ما سخن او رو گوش کردیم، سخن ما رو هم گوش میکند و ما در سخن خود یک چند جانب ها رو انیق و دقیق کرده بالاخره آرامانه صحبت میکنیم. و این طلب از همه مشایخ است، از خودم سر کرده به دیگر از برادرها که کسی از برادرها باشد اهل بدعت وقتی که آمد و در آمد و میگوید که من و شما در یک مسئله مخالف هستم، من در یک مسئله ضد شما هستم، یک بار او را محکم کردن، حقارت، دشنام، یگان صحبت بیزیب کردن درست نیست. اگر او بیاید و بگوید که من به شما یک مثلا مخالفت دارم، ما وقت میدهیم، باید وقت دهید، باید وقت بدید که او صحبت بکند و مقصدش بگوید که او چی میخواد. با آداب و اخلاق میگه که من تو رو آزاد میگذارم، با آداب و اخلاق مقصدت رو بگو که چی میخواد. اگر بگوید که من با مجنون شما راضی نیستم، اول به او صلح کنید که منهج چی است و بالاخره آهسته آهسته به همین نمود باید صحبت کنیم. و ما امروز به خلاصه اومدیم که انا همین طالب علم های اهل سنت و الجماعت باید از دیگرها زیادتر با صبر پیش کنند. البته از نظر شریعت حق داریم که هر یک گفته اینها با جواب بگوییم، مثل خودش معامله کنیم، اما حالت ها رو دیده ما باید معامله کنیم. اما یک بی آداب، بی اخلاق، بی تربیت، بی علم، یک انسانی که اهل سخن نیست، وقتی که به گروه می درآید در بین این همه مردم، نه احترام مسلمان ها، نه احترام زن، هیچ کس رو احترام نکرده، سخنهای فحش و فاحشه و دشنام های بیهوده میکند،
البته که این رو ما سخن کردن به اجازت نمیدیم. این لایق سخن نیست. ما سخن کردن به اجازت میتیم اگرچه جاهل باشد، ولی به یک آدم مثل آدم لااقل یک به وجدان و یک مثل آدم کمی خوبتر صحبت کرده تمام. مرحمت ما اجازت میتیم و به مشایخ ها و ادمین ها میگوییم که خواه گروهی کامنت باشد، خواه گروهی مدرسه باشد، خواه انا این گروه باشد، باز کنید و هر کسی که میخواد که پریتنز بکند و صحبت های خودش کند بگذارید صحبت کند، به شرطی که ما اینجا میخوایم که یک چیز رو به برادرهایی که صحبت میکنند و مشایخ ها و به خودم برسونیم که الدین و النصیحه. اهل بدعت امروز این مردارها، این احمق بی‌ادب ها از همه بی‌ادب ترین انسان ها اهل بدعت است. دروغگوترین، بی‌ادب ترین، شرمنده ترین انسان ها همین است. لیکن همین خوبسا با شرم نکرده اهل سنت رو بی‌ادب میگن، ما رو بی‌ادب میگن. آنها به گروه ما آمده ما رو حقارت کنند، بی‌ادبی نیست. اما ما به اونها جواب بگوییم مثل خودش ما رو بی‌ادب میگن. یک عجایبات معامله ها در بالای ما میشود. من در بعضی حالت حیرت زده میشم که مردم بعضش مگر نمیفهمیده باشد. همون یک جوانی که ما رو بی‌ادب گفت خودش آمد در گروه چقدر بی‌ادبی و دشنام کرد که ما جوابش نگفتیم. امروز اینها میخواهند که بیایند به گروه های ما رو حقارت و دشنام کنند، ما هم مثل اونها حقارت و دشنام کنیم، سخنهای ما رو تسجیل کنند، برند به همه نشان بدن که ببینید ابو محمد و برادران و این دیگر طالب علم ها اینا بی‌ادبند. آنها میدانند که از نظر دلیل، از نظر حجت به ما زورشون نمیرسد. به ما اصلا نه خوارج و نه جهمی یگانتش زورش نمیرسد. ما به صدای بلند میگیم همه شما را یک به یک تیت و پیت میکنیم. با چرا دیست جهمی ها؟ خواه شری، خواه حزبی، خواه مدخلی، خواه رافضه، خواه قبوری، خواه حکومتی، خواه پوتینی، خواه ابو صفیت، خواه استادی اینا زنادقه کفار، خواه رافضه، خواه این آذری، خواه آذری هایی که از افغانستان است، خواه از روسیه است، خواه از تاجیکستان است، کدامت نباشه، خواه ازبک، خواه تاجیک، به همه یک به یک میزنیم. حتی در یک روز نوبت به نوبت همه، اگر وقت ما به الله بدید در یک وقت هم تیکی پیتی همه میبریم. این یقین و دقیق و انیق. و خود شما هم میدونید اهل جهمی ها که زورتون نمیرسد به ما، شما میترسید از ما، میترسید، این خود شما میدونید. اما با وجود همین که میدونید اومده غلاغله میکنه، زور شما نمیرسد، ما میدونیم این و ما اجازه میتیم که گپ زنید. لیکن سوال ما باید جواب بگوید. اینو ما وقتی که سوال میتیم باید جواب بگوید اگر در حقیقت حق زود خواستن فهمانه. این ابو صفیه گفتن یک انسان جاهل میآید احمق بیادب میگوید که به من تو وقتی من چی خواهم بگم به من کار ندار میگه. این احمق ببینید، این بیادب ببینید. اینها میدونن که به ما زورشون نمیرسد، از همین جهت چیکار میکنن؟ حقارت شروع میکنن، دشنام شروع میکنن. من عجیبی کار در اینجا است که میبینم که مردم وقتی که اونها رو میبینم بیادبیش رو بیادبی نمیگن، وقتی که ما جواب دادیم گویا که ما بیادبی کردیم. یک نقطه دیگر، یک نقطه جالب دیگر، انا همون جوان توجیک میگوید که من یا حالا یک چند جوانهای توجیک دیدیم که میگه که بیا به نزد عبدالرزاق بدر رویم. میگه ابو محمد و شاگردانش علما رو قبول نمی کند، عبدالرزاق به پهلوش به نمی رود. گفتید ما میگیم عبدالرزاق اینا علما، بله، اما اینا میگه که علما پهلوش به نمی رود به خاطر ابن عثیمین و ابن باز و فوزان. بعضی از این بچه‌هایی که همراهی ابو صفیه هست با ما صد خورد میکنه. ما وقتی که میگیم که مثلا فوزان خطا میکند با ما کشمکش میکند جهمی ها که فوزان خطا میکند، گفتین کار درست نیست. اما همین بچه‌هایی که به خاطر فوزان با ما زنی میکند و ما رو علما رو قبول نمیکنه، میگه امروز در پهلوی کی است؟ امروز در پهلوی ابو صفیه است، همون ابو صفیه که زندیق کفر است. ابو صفیه این فوزان و یک طرف است، این ابن سیمین ابن باز اینو یک طرف است، ابن تیمیه علمای نجد یک طرف است. علمای
این سلف صالح احمد ابن حنبل، شافعی، مالک، اینا را هم خیلی یک طرف میزند، تبع التابعین هم خیلی گرون یک طرف میپرتد. صحابه را قبول ندارد. این دیوانه آشکار میگوید، آشکار و واضح میگوید که تابعین و تبع تابعین این گپایشون ویدومنی گپ، این گپ خودشون نال است، میگه زیرو، میگه امام احمد ابن حنبل زیرو، میگه لقب زیرو موندگی است. این چوجه کافر، این مدخلی، این زندقا، این جهمی ها در پهلوی انا همین ابو صفیه می نشینن. ابو صفیه جهمی کافر به نمیگن که تو سلف این کار کردی سودی، نمیگن. اما پهلوی ما با اومده میگن که شما فوزان این گفتید قبول نمیکنید دینون. ای سگ بچه های درویه، ای منافقین، ای روباها، ای چهره سیاها، ای چند چهره ها، الله خورتون بکند و شرمنده و شرمسارتون بکند و خور و ذلیلتون بکند، از اینم روزتون بدتر کند، روزتون از سگ کوچه هم بدتر کند که اینقدر شما شرمنده پستید مدخلی ها، جهمی ها، حزبی ها. حالا ببینید همین بچه هایی که یک چند جهمیچه هایی که از مداخله بود در مصر گرد چور میگشت، به ما آمده بحث و مناظره در حق بعضی از علمای معاصری که ما میگیم که قبول نمیکنیم، بعضی علمای معاصر خطا کرد میگیم، در همین مسئله موقتی زد و خورد میکرد. امروز رفته در پهلوی ابو صفیه زندیقی که حتی سلف قبول نمیکنه، حتی عمر قبول نمیکنه رضی الله عنه، در پهلوی است. سبحان الله. این درویگی را از این زیاد با چخل میبینید. لیکن این گفتن من، مقصد من این است که شما شناسید. من میخواهم که این حادثه ها را، همین انالیز ها و سنجیده برایی هایی که من کرده شدم، میخواهم که شما هم همین فکری مرا فهمید و همین نظری مرا فهمید که من چگونه نظر میکنم. شاید شما یک چند نفری شما، شاید همه شما مثل من همچنین فهمیده ایستادید برادران و خواهرای عزیز. این منافقین چقدر بازی میکنند. مثلا تا همین روز چقدر مدخلی آمده به ما در حق علمای معاصر شما قبول نمیکنید، شما این خیل میگوید، اون خیل میگوید. امروز رفته در پهلوی کسی ایستادن که حتی صحابه را قبول نمیکنه. همین شما به نظرم فهمیده ایستادید همش. و این چنین همین کسانی که دعوای آداب و اخلاق میکنن، ذره آداب و اخلاق ندارن. کسی رو خواهند اینا پدانوگ میگن، کسی رو خواهند مشرک و کافر میگن و کسی رو خواهند مسلمان میگن. و ما دیده شدیم که اینها طاغوت ها رو، لشکرانش رو و مشرکین رو مسلمان میگن و اهل سنت رو کافر گفته شده. اینا همیشه با خبر شده. این لیتسیمیرو اینقدر مخالفت شدید بین همدیگریش دارد، اینش به اینش اصلا راست نمیاد، اما اینها ضد ما همه یک سنگر شدن، ضد ما یک سنگر شدن. عیناً همین حادثه وقتی که معروف راسخ بین ما و معروف راسخ اختلاف شده بود، بین این جاهل راسخ مشرک، انا همین حادثه شده بود. عیناً ما دیدیم که افغان‌هایی که خوارج بودند و ما میزدیم، افغان‌هایی که حزبی بودند و ما میزدیم، افغان‌هایی که عازر المشرک بودند و مسلمه این اون مسلمه اون کی بود، این مسلمی اصل مسلمیار بود، این کی بود، مسلمیار و این به شرک مرده و شاگردان او که در دلشان نسبت ما غرض داشتند، حزبی ها غرض داشتند، اشعری و ماتریدی، همه رفتن در پهلوی کی ایستادند؟ در پهلوی راسخ. برای چی؟ برای اینکه اینها خواستند که به واسطه راسخ در اساس همون حادثه ما رو از میدان دعوت بیرون کنند، گویا به گفت خودشان شرمنده کنند، نابود کنند. اما نفهمیدند که چهره های واقعی خودشان را به ما نشان دادند. حتی یک چند کسانی که خودش را به ما سلام علیکم شیخ، ما همراه شما میگفت، به مانند ابوالغریب گفتن یک پیر سالی که بالاخره در آخر رفته جهل را از طاغوت مسلمان است بگذشت، به خاطر نمیدونم زندگی کردن در اروپا حزبی شده رفت. بالاخره اینها را همش را دیدید که همه اینها به رنگ‌های گوناگون، به شکل‌های گوناگون، به عقیده‌های گوناگون در یک گروه جمع شدند، خودشان را صادقین و موحدین نامیدند. در درون این صادقین و موحدین مشرک هم است،
اشری و ماتوریدی هم است، در درون این حزبی هم است، آذری و طاغوت پرست و طاغوت مسلمان گوینده هم است، آفتاب پرست هم است. همه اینها خودشون موحدین صادقین ضد ما برآمدند. لیکن شما دیدید که الله سبحانه و تعالی به رحمت و فضلش حادثه را به کدام طرف کشانید و به فضل و رحمتش کتاب رو نوشتیم، ردها رو زدیم، کفرش یک به یک هم صوتی و هم نوشتی تیت و پیت کردیم تا حاضر درد نمییابد، دوا نمییابد به دردش. و عینا همین حادثه رو انکنون همان تاجیک بچه هایی که جهمی بود، مدخلی بود و ما اونها رو تیت و پیت کرده بودیم، این چوجه چک ها، میده چک ها، سبحان الله رفتن به دامنی که به دامنی ابو صفیه. من یک چیزی عجیب و بازر میگم برادران و خوران عزیزی که یک چند سال از دعوت های مبارکه ما رو پیگیری میکنن، گوش میکنن، درس میگیرن، شاگردی میکنن و غیره، از یک چیز خوب آگاهی دارن و من اینو حاضر میگم چی است. وقتی که ما اولین بار در مسئله عذر بالجهل، عذر مشرک، کفر بالطاغوت، ملت ابراهیم، تکفیر و غیره با اهل بدعت مناظره شروع کردیم، آشکار و واضح، خیلی یک مناظره شدید شروع شد. 2019 بود والله العظیم 20 بود. یک عده از جوانها برآمدند و همراه مسلمیار شدند. معذرت خواهی میکنم نامم فراموش کردم، مسلمیار نه، نام این کی بود؟ مبشری مسلمیار بود و هم خیلی بله مبشری مسلمیار. مبشری مسلمیار افغانی، این مشرک مرده، این حلق شده که به نهایت به عقیده های این جهمیگیش، به عقیده های حزبیش در بین تاجیکا هم اثر گذاشته بود، زیرا که در بین تاجیکا هم عقیده صحیح که وجود نداشت، این عقیده هم خیلی میگذشت و حزبی ها بسیار طرفداری میکردن و منتشر میکردن. ما این مبشر مشرکیار رو، مبشری که مسلمیار رو رد زدیم، یک عده از جوان ها همراه مبشر مشرکیار شدن. بعد از اینکه این شکست خورد، آنها برآمدند و همین تاجیک ها به کی پیرو شدند؟ این تاجیک های به شیخ مانده، این تاجیک های دنبوریده برآمدند دمی محمد شریف عبدالعلیم به قاپیدن، خیز کردن دمی محمد شریف عبدالعلیمی. اون کسی که گفت که ما اتئیست ها رو کافر گفتن به حق نداره. اتئیست ملحد کسی که کافر گفت خوارج میشد است. اول اتئیست کافر میگفتید که برادری عزیزم، آقای مسلمانی اتئیست، این کار شما درست نیست، این کفر است. اگر بعد از همین برادر جان گفته گپ زدن شما اتئیست گوید که نه من قبول نمیکنم، بعد کافر میشید. اما اول شما باید اتئیست برادری مسلمان باید دانید بود است. این کفری دیگر کپکا پوشی کافر میشه میگود. اینو ببینید، همه این جهمی ها یک صفت دارن. از جانب تکفیر ناحق همش غلو کرده است. از جانب تکفیر ناحق همش تکفیری خوارج است. اما از جانب تکفیر شرعی اینا تکفیر شرعی را انکار میکنه. همین محمد شریفی که ملحدا را اول برادر میگویی، برادر مسلمان حجت میرسونی، بعد تکفیر میکنی. اتئیست مسلمان باید بگویی، اتئیست تکفیر کردن درست نیست میگو. کسی که کپکا پوشد کافر است. تکفیر باطل از یک جانب و انکار تکفیر از جانب دیگری. محمد شریف عبدالعلیم حالتش به کجا رسونده؟ رحمت و فضل الله کتی پیسته بیمغز دن واکنت رسوا شود، چقدر شرمنده شد. آه نمیگوید، حرامخوریش اثبات شد. به جماعت پول جمع کرده و همون جماعت دیگه که میگوید همونو به پول روان میکرده است، با در آخر عقیدهش دیگه کرده، پول باقی مانده را دزدیده خانه خریده است. همیشه همه میدونست است. و بخصوص شیخ ابو اسامه رحمه الله چقدر این رسوا کرد. و بعد از این که این رسوا خورد، شکست خورد، این تاجیکایی که دیدند این مشرکی هاشون نیست، مشرک مرد، محمد شریف عبدالعلیم تمام یک حرامخور دیگری دروغگو است، رفتند به خیز کردند، هاپ دمی ابو صهیب گرفتند. ابو صهیبشون یک سال نیم سال دیوانگی کرد که از نظر علمی، آدابی، اخلاقی، مردی چونان شکست خورد که به گفتن راست نمی آید. اینها خیز کردند به دمی قناعت، یک جاهلکی، یک احمق توپای ونجی قناعت
قناعت ونجی یک بوز مصر بود، در سفارت ها خبر داده این کرده اون کرده، کمپانیش که میگشت. ما که اول در حق او صحبت کردن رو شروع نکردیم. او خودش برآمد نصیحت به شاگردان مدنی، نصیحت به تکفیری ها، اینو آن گفت شروع کرد. رد 4-5 علمی زدیم و به همون طاقت هایی که خدمت میکرد، همون طاقت ها دیدن که تمام این آبرو هم ندارد، از دستش هیچ چیزی نمیاد، گفتن وظیفه تو دیگر تمام است، تو نکن جا ترمه است. بردند 8 سال 6 سال بزدند، گریه کرده گشت است. میگن بعضی کسایی که برادرهایی که از ترمه برآمدن میگن که در ترمه قناعت فقط میگه که مدنی مرا همین روز برسونید. آخر مدنی چرا چخل به همون روز رسونید؟ تو خودت را به همون روز خودت رسونیدی. وقتی که برآمدی در همون جایی که علم نداری، خودت رو همراه کردی، خودت تو اینجا خودت در آوردی. وقتی که سال 2022 حزبی ها مرا به تمام کشورها تهمت کرده فروخته بودن که این است و آن است و این است و آن است، من کمی مشغول به همین فتنه ها بودم و به حمایت نفسم بودم و غیره. من اینقدر اهمیت به این زد و خوردهای اطراف نمیدادم. خودم در شرایط خیلی وزنین بودم، یعنی در این سگهای حزبی های گپش مشغول بودم که بهشون بگویم. یک روز میبینم که اینها مرا دور دیدن، جهمی ها مرا دور دیدن. قناعتی که گفته نمیتوانست، میبینم که دوسیه تسجیل کرده است، در یوتیوب گذاشته است، نصیحت به بی‌ادبان، نصیحت به تکفیری ها، نصیحت به شاگردان مدنی گفت. جهل حضور میگه، طاغوت مسلمان میگه و غیره. برآمدیم زدیم تیت پیتش کردیم، تمام شد. خودش به همین روز آورد. حالا میگه گریه کرده گشته است، بلا بسری ابو محمد است. آخر که زورت نمیرسد، آخر که گریه میکنی، آخر که دمت میگرد، برای چی به این موضوع داخل میشه؟ زورت که نرسید خاموش نشین. زندگی را که دوست میداری، مرامت زندگی تکن، اما زورت نرسد ندارو. این دین الله است. شخصا من و این مشایخی که شما دیده ایستادید، ما توقف در رو بروی یگان آدم نمیکنیم. زده روان است، عربش، عجمش، کلانش، خوردش، روسش، افغانش، ایرانش، انگلیسش، تیت تو پیت میکنیم به اذن الله سبحانه و تعالی. این دینی ما است، این منهج ما است. قرآن و سنت فهم سلفین اومد. بعد از یک سرت به یگون چیز بیاد، گریه نکن من فلان کس کرد، این کس و کس کرد گفته. و این میدان همین خیلی میدان است، این میدان همین خیلی میدان است که تو میدروی بسرت چیزی نوید، اینا میشه صبر میکنی، از خودت میدونی، یا گریه میکنی که و گریت غیر از شرمندگی دیگر چیزی نیست. بالاخره اینم خدمتش تمام شد، طاقت برد و زد. این کسانی که در دم این بودن دیوانه شدن، چیکار کردن؟ رفتن به دم محمد انصاری مشرک افغانی، رفتن به دم این آقای قطنبه شرمنده علمای فحشی، در ویدیوهای تسجیلیش معلوم است. بالاخره این عبدالرحمن نافاتح جهمی، او به از نام ما بعضی از دروغ را گفتن. او چشمی کاسش رو کلان کرده، میگه که هوی ابو محمد، من از تو با خبرم، از خانه تو با خبرم، اگر تو خاموش نشوی من تو را همه چیز را تو را میگویم. ما برآمدیم در جواب گفتیم اوه احمق، تو پای ما پیش از این که به این دعوت دین برآمدیم، ما جانمون به کف گرفته برآمدیم. چی کار میخواهی بکن و چیزی میخواهی بگو، از دست چیزی می آید بکن. ما توف کردیم به این تهدیدهای زنانه شما. البته معذرت خواهی میکنم از خواهران موحده. این گپ درباره زنای مشرکه بدین لبجو می رود، نه در حق زنای خواهرای موحده، زیرا که زنای خواهر موحده ما از این مردها دیده صدها برابر قویتر و بمرترند، شجاعترند. اما این سخنهای یک بزدلانه که اینها میگوید و اینها، ما گفتیم بگو هر چیزی میخوای بگو، ما خوار و شرمنده نیستیم، ما یگان چیزی روسی نداریم، ما حرامخور فریبگر نیستیم، ما همه چیزی که داریم واضح است. کی چی میخواد بگوید، کنی چی میگوید که ما بفهمیم که چی میگوید. اخزاکم الله، اینها چنان گپ میزنن که گویا که یگان چیزی روسی ما داشته باشیم. بگو هر چیزی رو که میخوای بگو، ولی آماده باش. در حق همه این جهمی ها ما حالی یک چند نقل ها داریم که تو به حال گفتگی نیست.
به خاطر این که شرط نیست، اما اینا که از حد و حدود گذرن ما بعض نقلا رو میکنیم شرمنده میشود باور کنید. چخیلی که ابو صاحب یک مسئله به شرمنده شده بود، همچنین قصه های نو با همش بست. و بعد از این افغان ها شکست خوردن، یک ابو اسماعیل روسی توپای به وجود آمد، هورا هورا. همین جحمی هایی که در دوم افغان ها بودند، این سروری محمد انصاری و مدخلی این عبدالرحمن فاتحی بودند، همین تاجیک ها خیلیتند به دوم اسماعیل رفتند، اسماعیل روسی پیوست شدند، به او اینفرماسیون های خطا دادند. او به من این از جماعت فلان جماعت است و این است و آن است گفته، از نام خلایفی گپای دروغ زده برآمد. اونم جوابش دادیم و ما ثابت ایستادیم. بعد از اون اینها آمدند به دوم ابو صفیه انکون چسبیدند. اوی شرم نمیدارید؟ اوی دومخورها، اوی شرمنده ها. من بعضی اینه به نامش میشناسم، به رویش میشناسم، شاگردی من بود، ولی انا همین عذر بالجهل قبول کردن نتوانسته. دوم به دوم 10 سال است که دوم به دوم توپ خورده میگردد، دوم به دوم، از این دوم به آن دوم، از اون دوم به آن دوم. بدانید هر دومچه که شما همون برفته آویزان میشوید، ما این دوم شما هاپ یک میزنیم با بدون میمونید. شما را ما میگیم ابتر، دوم بریده های شرمنده. دوم اینا حاضر به کجا رفته شده است؟ دوم آذری های تاجیک حاضر می رود به ابو صفیه اینا پیوست شدن. ابو صفیه در قاپیدگی دوم کی بست؟ دوم ابو صفیه روسی، دوم این المیدانی گفته که یک به زبان روسی کاب میزدگی استادی ابو صفیه بود است. میدانی دوم پوتین قبدگی است. پوتین دوم شیطان، شیطان راست جهنم به. انا می خیلی دوم دارن شما. روس زبان تبیور، عرب زبان تبیور، فارس زبان، تاجیک زبان تبیور، ازبک زبان تبیور، انگلیس زبان تبیور. اگر تیت پیت نکنیم همین کانال به شما میتیم گرو میرید. اگر همین درمانده مونده احمقی کرده گریه به ندارد، بگوید که دروغ گفتیم. ابو صفیه تو نبینه چند بار گریه کرد، گپ میزنه، دروغ اتچت کردن نمیتونه. انا میخیل هر یکت گریه میکنیم، این قدر به گریه میداریم که گریه کنم مرده میروید. بی اذن الله نام ما را میشنوید میگریید. ما نمیخیل جوان مردیم، مردهای سربلندیم، عزتمندیم. ما خودمون رو هرگز از کسی پست هم نگرفتیم و اما از مسلمان ها هرگز بلند هم نگرفتیم. ما همراه مسلمان ها ریم، همراه مسلمان هاییم، اما همراه مسلمان ها با تواضعیم، خاکساریم، مهربانیم. اما همراه شما منافقین، زنادقه، جهمی های غلط، ما دو گردن بالا، شما در زیر پای ما هستید. ما شما را پلیوت کرده و به شما انمی خیل میدهتون برآورده کار میکنیم، معامله میکنیم. یعنی به دلیل قرآن و سنت تیت پیت میکنیم. چند سال است که ما شما را تیت پیت کردیم و با ادامه دارد و با تیت پیت ادامه دارد. الحمدلله این دعوت مبارکه افغانستان و ایران و برادرهای کرد و اینچنین آسیای مرکزی بود و خلاصه بر زبان ها داخل شده است و پیشینه هیچ کس گرفته نمیتواند. هر کسی میخواهد بحث و مناظره کند بیاید، وقت میدهیم. یک کس نیست اینجا 4-5 طالب علم اهل سنت هستن، 24 ساعت قریب که آماده هستیم. من نباشم دیگر مشایخ هستن، دیگران نباشن دیگر هستن، 5 نفر 6 نفر 24 ساعت تیار است. به شرطی که احمقی نکن، بیادابی نکن، از موضوع بیرون نبرو، مقصد تگو و است. آدابا اخلاقا مردانوار گپ زن، ما به تو آداب و اخلاق و مردانوار گپ میزنیم و ما باوری داریم که زیاد نمیستی، یا تن میتی یا فرار میکنی یا به همون بیادابیت میگذاری. و این دین ما است و این اعتقاد ما است. این بود یک مراجعت من به برادران و خواهران و به دیگر اهل بدعتی که از اینجا هستن. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.